با سلام خدمت دوستان. در این جلسه می‌خواهیم آموزش مدار دائم کار کنترل از یک نقطه را خدمتتون بگیم. همونطور که مشاهده میکنید این مدار شبیه مدار جلسه قبل میباشه، با این تفاوت که ما از یک تیغه نگهدارنده کنتاکتور 13 و 14 در این مدار استفاده کردیم. بریم سراغ توضیحات مدارات قدرت. مدار قدرت مثل مدار قبل شامل 3 فاز اصلی L1 L2 L3. بعد از آن کلید محافظ موتور MPCB، بعد از آن کنتاکتور تیغه کلید الکترون و بعد از آن الکترو موتور. بریم سراغ مدار فرمان. مدار فرمان هم شامل یکی از فازهای اصلی و نل. بعد از آن میریم سراغ فیوز، یک فیوز تک فاز. بعد از فیوز میریم سراغ کلید امرجنسی، کلید اضطراری. بعد از آن شستی استاپ را داریم به عنوان S1 تیغه بس. بعد از آن استارت S2. بعد از آن میریم سراغ بوبین کنتاکتور. همونطور که مشاهده میکنید این تیغه نگهدارنده کنتاکتوره و با شستی استارت موازی شده. بعد از آن هم از یک چراغ سیگنال برای نمایش روشن بودن، درست عمل کردن استفاده کرد. همونطور که مشاهده میکنید ما فیوزها را وصل کردیم. برق تا سر شستی استارت و تیغه کمکی کنتاکتور اومده. ما زمانی که شستی استارت را بزنیم برق به بوبین کنتاکتور میرسه و زمانی که ما و تیغه کمکی یا همون نگهدارنده کنتاکتور متصل میشه و بعد از جداسازی استارت همونطور که مشاهده میکنیم برق قطع نمیشه و از طریق تیغه نگهدارنده به بوبین کنتاکتور میرسه. حالا ما مجددا شستی استاپ رو میزنیم، برق مجددا قطع میشه. مجددا همونطور که مشاهده میکنید شستی استارت رو میزنیم و کنتاکتور برق دائم وصل میشه. همونطور که مشاهده میکنید چراغ سیگنال هم به عنوان درست عمل کردن مدار روشن میمونه. ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید باشه. ممنون میشم که ما را دنبال کنید.